سلام. امروز در مراجعین کلینیک صبح هم یه خانومش حدوداً 65 ساله بود که با دخترشون مراجعه کرده بودن. علت مراجعه درد قسمت داخلی زانو بود، یعنی این قسمت زانو، بقیه جاهای زانو دردناک نبود. در بررسی ها دیدم که این خانم 65 ساله درگیری زانو به صورت آرتروز فقط و انحصاراً در همین قسمت داخلی زانوشون دارن. پیشنهادی که بهشون دادم تعویض نصفه مفصل یا تک کمپارتمانی یا به اصطلاحاً ما بهش میگیم جراحی UKA. دیدم که بیمارمون و همراهش خیلی با این کلمه آشنا نیستن. کلمه تعویض مفصل رو خیلی شنیدن، شاید تو اطرافیانشون دیده بودن، ولی این کلمه رو نشنیده بودن. دوست داشتم که اینو اینجا یه توضیح بدم. جراحی تعویض مفصل تک کمپارتمانی یا یونی یا UKA به درد افرادی میخوره که آرتروز خیلی پیشرفته دارن ولی فقط در یک قسمت زانو که معمولا قسمت داخلی زانو هست. در این افراد ما این جراحی فقط همون قسمت درگیر درمان میشه و بقیه قسمت‌های زانو دست نخورده باقی میمونه و طبیعتاً این فرد دوران بازتوانی کوتاه‌تری رو نسبت به